من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا والشفيع مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله. سوره مبارکه یوسف هست. ابتدا ربط این سوره و مناسبت این سوره با سوره گذشته مناسبت این هست که ما در سوره گذشته که سوره هود هست این مطلب را خواندیم که بغیر از الله عزوجل هیچ کسی مدبر متصرف گرداننده امور نیست. همه امور به دست الله تعالی هست و عالم غیب هم فقط الله هست. یعنی موضوع توحید را خواندیم. حال در سوره یوسف میخوانیم که این موضوع توحید اینقدر اهمیت دارد، اینقدر مهم هست که حتی یوسف علیه السلام در زندان تبلیغ توحید کرد. در زندان همین مطلب را برای همبندهای خودش بیان کرد. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای همراهان من در زندان، آیا ارباب متفرق، ربهای مختلف و خدایان مختلف بهتر هست ام الله الواحد القهار؟ پس یوسف علیه السلام در زندان همین موضوع را بیان کرد. معلوم میشه که این موضوع چقدر حائز اهمیت هست، چقدر مهم هست که هر انسانی باید در اعماق قلب خودش توحید را داشته باشد. و ربط دوم این که ادعای سوره هود این بود که هیچ کس بغیر از الله عزوجل عالم الغیب نیست، مختار کل نیست، مدبر و متصرف نیست، مدیریت جهان را به عهده ندارد. در سوره یوسف با دلیل نقلی مفصل از یوسف و پدرش یعقوب علیه السلام این مسئله به اثبات میرسد که یعقوب با وجود اینکه پیامبر خدا بود، جایگاه بزرگی داشت،
خودش هم پیامبر بود، فرزندش یوسف هم پیامبر بود، پدرش اسحاق هم پیامبر بود، پدرش ابراهیم هم پیامبر بود، نسل در نسل همه پیامبران بودند، اما صفات الوهیت نداشتند، صفات خدایی نداشتند. از احوال خودش و از احوال خانوادهش و از توطئه‌ای که فرزندان خودش بر علیه یوسف داشتند خبر نداشت، متوجه نبود که چند قدم اون طرفتر بچه ها می روند با جگرگوشه‌اش چه کاری می کنند، خبر نداشت که یوسف علیه السلام در چاه کنعان چه می کشد، چه تحمل می کند. لذا از این دلیل نقلی مفصل که احسن القصص هم خوانده شده، از این دلیل معلوم میشه اون مسئله‌ای که در سوره هود خواندیم که واقعاً گرداننده امور الله هست، حتی انبیاء الله نیستند، عالم غیب فقط الله هست، حتی پیامبران خدا و مقربان خدا از غیب نمیدانند، و الا اگر غیب میدانستند این همه سالها رنج، تکلیف، گریه، آه، فغان را تحمل نمی کردند. اگر یعقوب میدانست که یوسف اونجا در ناز و نعمت هست و یوسف بعد از مراحل سختی که گذاشته عزیز مصر شده و در رأس کشور مصر قرار دارد، چه نیازی بود این همه گریه بکند تا چشمانش سفید بشه؟ لذا این واقعه و این داستان احسن القصص، همانطوری که در ابتدای این داستان آمده، واقعا احسن القصص است، داستان زیبایی هست، نه از این جهت که ما را سرگرم می کند، وقت ما می گذرد، بلکه از این جهت زیبا هست که پر است از حکمت ها، پر است از موعظه، پر است از درس های بسیار زیبایی هست که ما از همین ابتدا انشاءالله سعی بکنیم تمام جزئیات این داستان را از نظر موعظه، از نظر پند، اندرز، از نظر اینکه برای خودمون درسی بگیریم، از این جهت بررسی بکنیم. اما شأن نزول این سوره، چرا این سوره نازل شد، دو صورت مفسرین بیان کردند. بعضی گفتند که یهودی ها به مشرکان گفتند که این همه این محمد صلی الله علیه و سلم از اقوام گذشته تعریف می کند، از عاد تعریف می کند، از ثمود تعریف می کند که عاد و ثمود عرب بودند و عربها فی الجمله با داستان اونها آشنایی داشتند، خبر داشتند که اقوامی بوده و بر اونها عذاب آمده. گفتند از عاد و ثمود دیرین صحبت می کند، از این بپرسید، اگر این سوال را جواب داد واقعا پیامبر خداست، چون که امی هست، تاریخ نخوانده، سواد ندارد، لذا از این بپرسید علتش چیه، دلیلش چیه که مأوا و مسکن یعقوب در شام بود، یعقوب در کنعان شام زندگی می کرد، اونجا خانوادهش بود، اهل بیتش بود، آخر سر از مصر در آوردند. جریان چی بود؟ چرا به مصر آمدند؟ چه اتفاقی افتاد؟ اگر علت را درست بیان کرد پس واقعا پیغمبر خداست. الله عزوجل در پاسخ اونها این سوره مبارک را نازل کرد که جریان چی بود که یعقوب علیه السلام از شام به مصر آمد. و بعضی دیگه گفتند که روایتی داریم، روایتی از حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه که یه روزی صحابه به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند یا رسول الله برای ما اگر یه داستان زیبا و جالبی که برای ما درس باشد، عبرت باشد تعریف بکنید و بیان بشه، گفته بشه، بسیار خوب است. الله عزوجل این داستان را نازل کرد، سوره‌ای که تمام سوره به نام یوسف علیه السلام و از اول تا آخر داستان یوسف
و مفصل ترین داستان قرآن مجید این هست. داستان موسی آمده، داستان عیسی آمده، اما به صورت مختصر. داستان موسی که تکرار شده، ده ها جا تکرار شده، یه هر جایی از یک زاویه صحبت شده یا همون یک داستان از بعد دیگه بیان شده، اما با این تفصیل هیچ داستانی نیست. و الله عزوجل این داستان را نازل کرد و این را خود الله تعالی احسن القصص، زیباترین داستان فرمود. زیباترین داستان از چه جهت؟ از این جهت که در این داستان سراپا پند هست، موعظه هست، اندرز هست، درس هست. اولین درسی که از این داستان ما میتونیم بگیریم درس عقیده هست. ایمان و عقیده. انسان نسبت به خدای عزوجل عقیده اش درست میشه، اصلاح میشه. متاسفانه خیلی ها این داستان را با عینک خودشون بررسی میکنند، با دید خودشون بررسی میکنند، که در واقع شما انشاءالله وقتی که آیات را بخوانید خواهید خواند و متوجه میشید که اون بعدی که بعضی از افراد، مثلا فیلمی به نام فیلم یوسف درست شده که از اول تا آخر انسان وقتی که نگاه میکند گویی که موضوع عشق و عشقبازی هست، بغیر از این موضوع چیزی دیگه بارز نیست در داستان، در حالی که این موضوع را قرآن در یک جا بیان کرده. یک جا هست که زلیخا فریفته شد، زنان مصر طعنه زدند، زلیخا اونها را هم دعوت کرد و میخواست نشون بده که من حق دارم، این انسان و این بشری نیست، این ملکی هست، این فرشته‌ای هست. همین یک نکته آمده. بقیه در داستان توحید است، رد شرک است، رد خدایان متعدد است که از این عقیده درست میشه. اونجا خبری نیست. در این داستان عفت است، پاکی هست. از این داستان درس میگیریم که عالم الغیب فقط خداست، بغیر از الله کسی نیست، حتی انبیاء خدا نیستند. این درس های توحیدی، درس های اخلاقی که بیانگر عفت و پاکی یک انسان کامل هست، اینها در فیلم به چشم نمیخورند. لذا داستان یوسف را از زبان قرآن بشنویم و اون چی که در ذهن است اون پاک کنیم، ببینیم خدای عزوجل از چه زاویه‌ای و چه برداشت‌هایی برای ما الله تعالی بیان می‌فرماید که ما باید برداشت داشته باشیم. لذا الله می‌فرماید، ابتدا آغاز میشه الف لام را، الله اعلم بمراده، الله مرادش را بهتر میداند. الله می‌فرماید تلک آیات الکتاب المبین، این آیات کتاب مبین هستند. برای طلاب عزیز قبلا عرض کردیم که هر وقتی که صفت کتاب مبین می آید، بیانگر این است که در این سوره دلائل نقلیه هست، و هر وقتی که حکیم می آید، کتاب الحکیم، اونجا بیانگر این است که دلائل عقلیه بیان میشه. اینجا دلائل نقلیه، نقل از یوسف علیه السلام و یعقوب. الله می فرماید انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، ما نازل کردیم، فرستادیم قرآنی را به زبان عربی. این قرآنی هست که به زبان عربی هست. لعلكم تعقلون، حکمت عربیت، شما مخاطبین اول که عرب هستید شاید شما درک کنید، تعقل کنید، به عقل بیایید و حقیقت را بفهمید، از خرافات و از شرک و از غیر الله پرستی دست بکشید. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. این یک جمله و یک آیه جمله معترضه هست و یک دلیلی هست بر صداقت رسول مکرم صلی الله علیه و سلم.
الله می فرماید ما تعریف میکنیم برای تو، قصه میکنیم برای تو ای حبیب. احسن القصص، بهترین قصه را. احسن القصص، چرا این سوره گفته شده احسن القصص؟ دلایل مختلفی بیان کردند. شما در ذهنتون کل داستان هست، من عرض میکنم چرا این احسن القصص است. از این جهت که اولا انسان به این نتیجه میرسه که هیچ چیزی جلوی قضای الهی و قدر و تقدیر الهی را نمیتواند بگیرد. از این داستان ما یاد میگیریم و از این داستان که احسن القصص است ما این را یاد میگیریم که هرگاه الله برای انسانی فیصله خیر بفرماید، فیصله عزت بفرماید، فیصله کرامت بفرماید، تمام عالم جمع بشند که جلوش را بگیرن نمیتونند. الله عزوجل برای یوسف چه فیصله کرده؟ برادران با هم مشوره میکنند، با هم برنامه ریزی میکنند، توطئه میکنند، توطئه ذلت یوسف را. یوسف در چاه انداخته میشه، لباسش درآورده میشه، لخت و عریان میشه، به عنوان یک برده فروخته میشه. پیغمبر هست، پیغمبر زاده هست، از بهترین نسب است، از سلاله ابراهیم پیغمبر است، به عنوان یک برده فروخته میشه. اینا تمام نقشه ها و توطئه ذلت است. اما الله عزوجل میبرد بر بالاترین منصب عزیز مصر قرار میده و اون برادران را به عنوان سائل به درش میارد. اینها واقعا احسن القصص است. اینا پنده، اینا موعظه هست که عزت و ذلت به دست انسان ها نیست، عزت و ذلت به دست الله است. الله اگر کسی را برای کسی مقدر بکند عزت را، تمام دنیا بخواهد او را ذلیل بکند نمیتواند. و اگر الله کسی را بخواد ذلیل بکنه، تمام عزت دنیا بخواد عزتش بده هم نمیتواند. پس از این جهت و از این بود این احسن القصص است. و دیگه در این نکته هایی هست، عبرت هایی هست، عجائبی هست، عفت، پاکی که در هیچ داستانی نیست. لذا اینها تمام بیانگری اون هستند که این داستان احسن القصص هست. الله می فرماید بما اوحینا الیک هذا القرآن، این احسن القصص را ای رسول حبیب ما برای تو بیان کردیم. بما اوحینا، بسبب اینکه ما وحی کردیم به سوی تو این قرآن را. و این کنت من قبله لمن الغافلین، همانا قبل از این تو بودی از بیخبران، نسبت به این داستان خبر نداشتی. بس ببینی پیغمبری که امی هست، سواد ندارد، تاریخ نخوانده، خواندن کتاب بلد نیست، این پیغمبر چنان داستان زیبایی را با تمام جزئیات وقتی که بیان می کند، این بیانگر این است که واقعا نبی خداست، واقعا پیغمبر خداست، واقعا بر ایشون وحی می آید، واقعا با عالم بالا در ارتباط است. از این جهت این آیه را عرض کردم، دلیلی هست بر صداقت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که ثابت میشه پیغمبر به حق خداست. حال آغاز داستان، قصه از اینجا شروع میشه که یوسف علیه السلام که در خانوادهش هست خوابی میبیند. اما این را خدمت شما عرض نکردم که حضرت یعقوب علیه السلام آمد پیش عمویش، هم پیغمبر خدا بود، داییش ببخشید، پیش داییش آمد و داییش دختری داشت به نام راحیل. یعقوب علیه السلام علاقمند بود به این دخترش و
با او در میان گذاشت که من میخواهم با دخترت ازدواج کنم. اون گفت به شرط اینکه چند سال، که بعضی 10 سال گفتم، بعضی 8 سال، همون سنین موسی، چوپان من بشی. یعقوب علیه السلام قبول کرد، پذیرفت. این ها روایت های تفسیری هستند، صحت و سقمشان با الله هست، بیشتر از اسرائیلیات اینها گرفته شدند. نه ما تصدیق میکنیم نه تکذیب، اما برای اینکه وارد بحث بشیم که از کجا آغاز شد، خلاصه بعد از اینکه مأموریت تمام شد، دخترش را به نام لیه به یعقوب داد. بعد از اینکه یعقوب ازدواج کرد دید که اونی که من میخواستم نیست. به هر حال با لیه ازدواج کرد، اما بعداً با دایش مطرح کرد که هدفم اون دختر دیگه بود. خلاصه دنبال بود تا بعد از مدتی اون دختر را هم داد. در اون شریعت 2 دختر در عقد 2 خواهر در عقد یک مرد میشد، جائز بود. به هر حال از راحیل که بسیار یعقوب به او علاقمند بود، اول یوسف علیه السلام پیدا شد، متولد شد، و بعد از یوسف علیه السلام بنیامین که در درد ولادت بنیامین راحیل فوت کرد و بسیار سنگین و ناگوار شد برای یعقوب علیه السلام. زن دوم بود، زن دوست داشتنیش بود، اما بقیه فرزندان از زن بزرگ و کنیز دیگری که یعقوب داشت. از راحیل فقط همین 2 فرزند الله تعالی بهش داد. یعقوب علیه السلام فوق العاده یوسف را دوست داشت، بنیامین را دوست داشت، اما یوسف کمالاتی داشت، زیبایی ها و محاسنی داشت، هم از نظر ظاهر و هم از نظر باطن، هم از نظر سیرت و هم از نظر صورت، که منحصر به فرد بود. پدر را به طرف خودش جذب کرده بود، علاقه پدر را به طرف خودش برده بود و یعقوب فوق العاده او را دوست داشت و بیشتر ارادتمند شد و عقیده پیدا کرد با این خوابی که حضرت یوسف علیه السلام دید. خواب را قرآن تعریف میکنه. اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی، زمانی که یوسف به پدرش گفت ای پدر، انی رأیت 11 کوکبا، من دیدم 11 ستاره، و الشمس و خورشید را، و القمر و ماه را، رأیتهم لی ساجدین، آنان را دیدم که برای من سجده می کنند، مرا تعظیم می کنند، احترام می کنند. یعقوب علیه السلام از این خواب پی برد که این پسر چیزی دیگه هست، این به جایگاهی میرسد که همه ما باید برای او تعظیم بکنیم، همه ما باید او را احترام بکنیم. 11 ستاره 11 برادرند و خورشید خود پدر است و ماه نامادری یا خاله هست که مادر فوت کرده بود. به هر حال یعقوب علیه السلام از قبل مکر برادرانش را میدید، حسادت برادران و رقابت برادران را میدید، لذا میدونست که این خواب را اگر اونها بفهمند اونها حسادتشون چند برابر میشه. لذا به یوسف علیه السلام توصیه کرد فرزندم مبادا این خواب را برای برادران تعریف کنی. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، ای پسرک، ای فرزند دلبندم، لا تقصص رؤیاک، تعریف نکن خوابت را، علی اخوتک، بر برادرانت، فیکیدو لک کیدا، برایت کید می کنند، برایت توطئه می کنند، برایت برنامه ریزی می کنند.
علت ان الشیطان للانسان عدو مبین، همانا شیطان نسبت به انسان دشمن آشکار است. دشمن همیشه کار خودش را می کند، ضربهش را به موقع می زند. لذا مبادا این را تعریف کنی که دشمنی برادرانت بیشتر بشه. و کذالک یجتبیک، این تعبیر خوابش هست که سربسته و به صورت اجمالی به فرزندش میگه بعد از تنبیه، بعد از تذکر، تنبه و تذکر او را آگاه کرد که یه وقتی بیان نکنی، اما تعبیر خوابت اینه. و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث، این گونه انتخاب کرد میکند تو را ربت، انتخاب میکند بنویسی پایینش به نبوت، انتخاب به نبوت، تو را خدا نبی قرار میده، پیامبر خدا میشی، پیام رسان رب میشی. و یعلمک من تأویل الاحادیث، و الله شما را آموزش میده، تعلیم میده. من تأویل الاحادیث، تأویل سخنها. اولا یعلمک بالوحی، به وسیله وحی الله تعالی شما را از تأویل و توجیه احادیث خبر میده. احادیث منظور چیه؟ تأویل الاحادیث. بعضی از علماء ما مثل حضرت مجاهد و سدی میگویند که منظور تعبیر خواب است. علم تعبیر را الله به شما میده، علم تعبیر را خدا بهت میده، چون خود یعقوب علیه السلام داشت. و بعضی میگویند که تأویل الاحادیث یعنی عواقب امور، عواقب امور را، علم عواقب امور را که درباره آینده پیشگویی و پیشبینی میکنی. چنانچه اونجا وقتی که خواب پادشاه را یوسف تعبیر کرد، یک بخش تعبیر بود، بقیه برنامه‌ریزی خود یوسف بود، تدبیر خود یوسف بود، عقل و مدیریت خود یوسف بود، همه چیز تو خواب نبود. لذا درباره عاقبت امور خوب میسنجی، اون علم را الله بهت میده. امام زجاج گفته منظور کتب آسمانی هست و معانی احادیث انبیاء سابقه هست، یعنی نسبت به علوم گذشتگان الله بهت علم میده. و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، این واو تفسیری هست. معنای این حرفم اینه ای پسر، یتم نعمته علیک، الله نعمتش را بر شما تکمیل می کند و بر آل یعقوب که همه آل یعقوب در خدمت تو هستند و تو را در اون خواب تعظیم می کنند. کما اتمها على ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق، همان گونه که تکمیل کرد الله بر دوتا پدرت، دوتا جدت ابراهیم و اسحاق. اونا پیامبران اولوالعزم الهی بودند که رسالت پیامبری را به حق و خوب انجام دادند. ان ربک علیم حکیم، بدون شک رب تو علیم هست، میداند، همه چیز را میداند و حکیم هست، هر فیصله می کند، در کارهایش حکمت است. میداند نبوت را به کی بده. برادران بزرگ با قد و قواره های بسیار زیبا و بزرگ هستند، اما این صلاحیت، این استعداد، این لیاقت برای یوسف علیه السلام گذاشته. الله محل را، ظرف را بهتر تشخیص میده. الله تعالی در وسط باز ما را یادآوری میکنه. این جمله معترضه هست که داستان یوسف و برادران یوسف، لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، در یوسف و برادرانش نشاناتی هست برای سوال کنندگان. سوال کنندگان
برای اونها خیلی از آیات است میتونن درس بگیرند. ببینید سوال کنندگان کی بودند؟ یک تفسیر و توجیه اینه که سوال کنندگان یهودی ها بودند. یهود را الله میفرماید برای شما آیات است، برای شما درس است. چه درسی هست؟ برادران یوسف چرا با یوسف اون کار را کردند؟ به خاطر حسد. یهود چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول نکردند؟ هم به خاطر حسد. یهود میدونستن این پیغمبر خداست، به همین خاطر مدینه آمده بودند که هر وقت این نبی خاتم آمد ازش استقبال کنند، یاریش بکنند. اما الان که آمده میبینند که از سلاله این برادر نیست، اون برادره، از فرزندان اسرائیل ابن اسحاق نیست، یعقوب ابن اسحاق نیست، از فرزندان اسماعیل ابن ابراهیم است. لذا این همون حسادت عموزادگی هست. پس آیات هست، درس هست، اما حسودان به جای نمی رسند، همانطور که برادران یوسف نرسیدند. لذا در واقع تذکری هست برای سائلین، یعنی معترضین، یهودی ها که سوال کردند و اعتراض می کردند که چرا از داستانهای عاد و ثمود بیان میشه، چرا داستانهای یعقوب و اسرائیل بیان نمیشه. الان که الله بیان میکنه میفرماید این داستان هم برای شما درسه، برای شما آیات است. و بعضی گفتن مراد از سائلین، توجیه دوم اینه که مشرکین مکه، چون این سوره مکی هست و مشرکین مکه این سوال را کردند، گرچه به ایما و اشاره یهودی ها بود. در این داستان آیات هست، درس هست، درسای توحیدی که خلاصش اینه که مدبر همه امور، گرداننده همه امور فقط و فقط الله هست، غیر از الله کسی نیست. حتی انبیاء خدا نیستند، مقربان خدا نیستند. پس این مشرکین، این سائلین، این اعتراض کنندگان چرا هر کسی را مدبر و متصرف میدانند؟ چرا هر دری را میزنند و از هر جایی حاجت میطلبند؟ در این داستان نگاه کنید، برای شما درس هست و عقیده خودتون را از این داستان اصلاح کنید. خداوند به سائلین میگه، به سوال کنندگان. اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبه. الان داستان، اصل داستان شروع میشه. زمانی که برادران گفتن با هم مشوره کردن، لیوسف و اخوه، البته یوسف و برادرش، احب الى ابینا منا و نحن عصبه، محبوب ترند به پیش پدر و ما عصبه هستیم، ما جماعتی هستیم، ما گروهی هستیم. چرا ما را دوست ندارد؟ چرا اونها را دوست دارد؟ و ما هم جماعتی هستیم که به دردش میخوریم، تمام کارهای خانه را ما انجام میدیم، مسئولیت گوسفندان، مسئولیت اصلاح امور خانه، معاش خانه تمام به ما هست. چرا اون دوتا را بیشتر از ما دوست دارد؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، همانا پدر ما در اشتباه آشکاری هست. ضلال یعنی خطا، بیراهه. لذا اشتباهی هست، خطایی هست آشکار. چرا این کار را می کند؟ خب راه حل چیه؟ با هم مشوره کردند. یکی میگه اقتلوا یوسف را بکشید، مسئله حل میشه. بعد از اون توجه پدر، عطوفت پدر، محبت پدر یک سو میشه، به سوی شما میشه. راهش این، یوسف را بکشید. دیگری میگه نه، یوسف را تبعید کنید، بیاندازید یک سرزمین دوردست. هر یک اینجا نظر و دیدگاه خودش را بیان میکنه. قرآن حکایت میکند، اقتلوا یوسف
این تدبیر اول، نقشه اول. بکشید یوسف را او اطرحوه ارضا، یا بیندازید او را در سرزمینی. این تدبیر دوم یعنی غربت، تبعید. سرزمینی که یخلو لکم وجه ابیکم، هدف اینه که خالص بشه برای شما چهره پدر، یعنی عطوفت پدر و مهربانی پدر. اون وقت یوسفی نیست که محبتش عطوفتش تقسیم بشه، فقط و فقط شمایید. معلوم میشه که یوسف و بنیامین را دوست داشت، اما اون دلبستگی که به یوسف داشت چیز دیگه بود. برای بنیامین نقشه نکشیدن، فقط برای یوسف. و تکونوا من بعده قوما صالحین. ببین شیطان چطور فریب میده. همه ما اینطور هستیم، گاهی میگیم این گناه را میکنیم بعد توبه میکنیم. گاهی انسان با خود تصمیم میگیره گناهی انجام میده بعدا توبه میکنه. اینها میگن بعد از اون باشید قوم صالح. و تکونوا من بعده قوما صالحین، باشید بعد از این کار را که کردید، یوسف را کشتید یا یوسف را بردید یا جای دوری انداختید، قوم صالحی باشید، یعنی توبه کنید. تفسیر ابن کثیر نوشته فاضمروا التوبه قبل الذنب، قبل از اینکه گناهی بکنند در دل خودشون توبه را داشتند. چیزی که عرض کردم همه انسان ها دارند. گاهی بعضی ها هوای نفسشون به طرف گناهی میبرد، قبل از گناه اراده میکنند که بعد از اینکه کار تمام شد ما توبه میکنیم. این حیله شیطان است. اما یکی از این برادران که فهمیده تر بود، عاقل تر بود، بزرگتر بود، یا این بزرگی از نظر سن است یا بزرگی از نظر عقل و رأی هست، اون مشوره دیگه داد. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، گوینده از آنان گفت نکشید یوسف را. این گوینده کی بود؟ والله اعلم، قرآن مشخصش نکرده. بعضی میگویم یهودا بود، چنانچه بعضی تفاسیر نوشتن و هو یهوذا و کان احسنهم رأیا. یهوذا یا یهودا بود که از نظر رأی، از نظر فکر بهترین فکر را داشت، عاقل تر بود. و بعضی گفتن نه، روبیل بود که بزرگتر بود از نظر سن. بعضی گفتن روبیل است اسمش، بعضی گفتن روبین، آخرش نون هست. خلاصه یا روبین بود و روبیل یا یهودا بود. قرآن مشخصش نکرده. مقصود ما هم این بخش نیست که کی بود. یکی بود گفت لا تقتلوا یوسف، یوسف را نکشید، و القوه فی غیابت الجب، در یک چاه گمنامی بندازید. چاه گمنام، چاهی که غایب است، یعنی اونجا هیچ که نمیره. چون که چاه معروفی باشد هر که میره از اونجا آب بر میداره، میبینند میدونند، فورا میارند به پدر میرسونند. اما چاه گمنامی که یلتقطه بعض السیاره، هدف این بود که بعضی از قافله ها، کاروانی ها بچینند او را، بیابند، ببینند. این کنتم فاعلین، اگر میخواید کاری بکنید این کار را بکنید، نکشید. لذا این چون که عاقل‌تر بود، معقول‌تر بود، همه این مشوره را پذیرفتند و همین تصمیم را گرفتند. لذا رفتم پیش پدر مقدمتاً، چون این برادران برای کارهای خانه می رفتند. پدر یوسف را نمی فرستاد، دلش نمی آمد که یوسف را برای امور خانه بفرستد. از این بابت هم ناراحت بودن. قبلا هم اینها خواسته بودن که یوسف با اونها بره کار بکنه. بعضی از مفسرین میفرمایند در این روزها یوسف 17 سال داشت. در این روزهایی که جریان بردن یوسف علیه السلام، و بعضی کمتر گفتن. آمدم پیش پدر، گفتم پدر چرا شما به ما اعتماد ندارید درباره یوسف؟ ما برادرش هستیم، هر چی باشه برادر ماست، ما دوستش داریم، ما خیرخواهش هستیم. بفرست، ما میریم برای کارهای خانه میریم، ضمناً تفریح هم میکنیم و
میگردیم، بازی میکنیم، سرگرم میشیم و از اون طرف میاییم، ما او را حفاظت میکنیم. آیات قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا علی یوسف، این تمهید است، مقدمه هست برای مطالبه. ای پدر ما چرا بر ما اطمینان نداری علی یوسف، بر یوسف، و انا له لناصحون، همانا ما ناصح و خیرخواه یوسف هستیم، از دل و جان خیرخواهش هستیم. پس بعد از این مقدمه مطالبه، ارسله معنا یرتع و یلعب، با ما بفرست بچرد، بازی کند. این برای اینکه اینجا تو خونه غم و پریشانی داشته نباشد، تو بیابان بگردد، بازی کند. و انا له لحافظون، از اینکه میترسی ما محافظش هستیم، ما از او محافظت میکنیم، نگهداری میکنیم. اما یعقوب علیه السلام ابتدا رد کرد و یعقوب علیه السلام چنین گمانی و چنین حدسی بر خود برادران نداشت تا این اندازه اینها توطئه اگر باشند که خود یوسف را بر سر یوسف بلای بیارند. فقط از این بود که نسبت به یوسف اینها بی‌پرواند، هر آسیب به یوسف برسد اینها پروا نمی کنند، لذا یوسف را به حال خود بگذارند. یوسف بچه ای هست، گرگ او را نخورد، چون که سرزمین مصر، سرزمین شام سرزمینی بود که گرگ زیاد بود. مفسرین نوشتند که این سرزمین مذعبه بود، یعنی محل گرگ ها بود. لذا یعقوب علیه السلام چند مانع ذکر کرد، چند مشکل ذکر کرد. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، همانا من از این بابت غمگینم، این مسئله مرا غمگین میکند و آزار میدهد. ان تذهبوا به، این که شما او را ببرید. و اخاف ان یأکله الذئب، میترسم که او را گرگ بخورد. و انتم عنه غافلون، شما از او بی خبر و غافل باشید، بی پروا باشید. برادران گفتن اگر گرگ بخورد با وجود ما، پس از ما زیانکارتر و بدبختر نیست. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبه، اگر او را گرگ بخورد در حالی که ما یک جماعتی هستیم، انا اذا لخاسرون، ما در این هنگام در خساره و در ضرر و زیان واقع میشیم. واقعا ما عاجزیم، واقعا ضعیفیم که اینقدر عرضه داشته نباشیم که گرگی را نتونیم جلو را بگیریم. لذا با این توطئه و حیله و نیرنگ آخر پدر را راضی کردند. یوسف علیه السلام را بردند. یوسف را که بردند با ناز و نعمتی جلوی پدر، یکی این دستش را گرفت، یکی اون دستش را گرفت، بعضی میگن به آغوش گرفتند و پدر بدرقه کرد برادران را. بعد از اینکه رفتند و مدتی مسافتی را پیمودند تا از چشمها غایب شدند، الان یوسف را شروع کردن به تنبیه. این امتحانات یوسف علیه السلام هست که شروع میشه. اول با به اصطلاح ما محلی شتل و کتک و اردنگی و پسگردنی می بردن. یوسف تعجب کرد چرا اینها عوض شدند، چه محبتی بود، همه چیز برگشت. و می زدن می گفتن تو محبوب پدر هستی، تو را پدر دوست دارد. لذا این طفل معصوم را با شتل می بردند و با کتک می بردند، تا اینکه بردن یوسف علیه السلام را و اونجا به یوسف حمله ور شدند. یکی گفت بذارید بکشیم، یکی گفت بذارید فلان کار را باش بکنیم. چه تنبیهاتی برایش در نظر گرفته بودند.
اما آخر به همون مشوره یهوذا آمدند که اون را بستند و تو چاه آویزان کردند و تو چاه گذاشتند. الله می فرماید فلما ذهبوا به و اجمعوا، زمانی که بردند او را و اجمعوا با هم اتفاق کردند، اتفاق نظر، ان یجعلوه فی غیابت الجب، اینکه قرار بدهند او را در چاه گمنام. و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. از اینجا تسلی های الهی هم شروع شد. بعد از اینکه یوسف را در چاه انداختند، بعد از کلی کتک و کلی زخم و خونریزی که بر بدن یوسف آمد، تو چاه گذاشتند. اونجا یوسف علیه السلام گریه می کرد که چرا برادران عوض شدند، چرا این رویه، چرا این کار را با من کردند. اینجا بود که وحی الهی آمد. اما این وحی الهی به چه صورت آمد؟ اینجا مفسرین با هم اختلاف دارند. بعضی از مفسران معتقدند که به یوسف علیه السلام در همین زمان نبوت داده شد، وحی از همین چاه آغاز شد. این وحی به معنی واقعی هست، یعنی فرشته را الله فرستاد. بعد از اون دیگه یوسف علیه السلام طبق نقشه، طبق تدبیری که الله برایش میکشید، طبق دستوری که فرشته برایش می آورد، قدم به قدم پیش می رفت. و بعضی گفتن نه، این وحی به معنای الهام است، یعنی خدا در دلش انداخت، هنوز به نبوت نرسیده. همون چیزی است که در رابطه با نحل شما خواندید، زنبور اصل، و اوحینا و اوحى ربک الی النحل، رب به زنبور اصل وحی کرد، یعنی در دلش انداخت. خداوند در دل یوسف انداخت. اینها میگن، گروه دوم میگه چی انداخت در دلش یا چی وحی شد؟ که ای یوسف غم نخور، لتنبئنهم بامرهم، روزی میرسد که همین برادران را تو خبر میده به این کارشون، بهشون میگه چرا اون کار را با من کردید. لتنبئنهم بامرهم هذا، این امرشان، این برخوردشان، این کاری که با شما کردن، شما به اونها را خبر میدهید. و هم لا یشعرون، اونها نمیدانند، اونها درک ندارند، متوجه نیستند عاقبت امر چی میشه. لذا یوسف تسلی شد و همونجا ربش را یاد میکرد و در چاه قرار گرفت. اما برادران پیش پدر آمدن. از اینجا حزن غم یعقوب نبی شروع میشه. الله می فرماید و جاءوا اباهم عشاء یبکون. این مکر اول که عشاء آمدند، دیر آمدند. مکر دوم یبکون، گریه می کردند، گریان آمدند از همون طرف که داشتن می آمدند، آه و فغان و سر و صدا. چه خبره؟ یعقوب هم انتظار داره، همش منتظر چی را دیر کردن، بار بار میاد بیرون. و جاءوا اباهم عشاء یبکون، آمدن پیش پدرشان به وقت عشاء در حالی که گریه می کردند. سبحان الله، بهترین بنده خدا روی زمین اون روز یعقوب است. و الله عزوجل بندگان خودش را چگونه امتحان می کند. لذا غم دنیا غم نیست. اگر برای کسانی در دنیا مشکل پیش میاد، اینا مشکل نیستند، اینا زود گذرند، یا حل میشند یا با موت حل میشند. خدا غم آخرت نیاره. لذا ببینید چه دلبستگی، چه دلدادگی به این جگرگوشش داره که لحظه او را نمیگذارد تنها بشه. اما اولین شب، اونم با چه خبر بدی، خدا میدانه بر اون قلب چه گذشته. لذا به چه صورت این الان مکر قولی هست، به چه صورت توجیه کردن؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ای پدر ما
ما رفتیم با هم مسابقه بدیم و ترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف را نزد وسایل خودمان گذاشتیم، نزد لباس ها گذاشتیم، لباس و کفش و نعل و هر چی بودن اونجا گذاشتیم، یعنی در یک جای وحشی نگذاشتیم، جایی که وسایل ما بود. فاکله الذئب، او را گرگ خورد. اما پیشا پیش میدانه پدر باور نمیکنه، میگه و ما انت بمؤمن لنا، بمؤمن یعنی بمصدق، ای پدر تمہارا تصدیق نمی کنی، ولو کننا صادقین، گرچه ما راست باشیم راستگو باشیم، لو کننا صادقین فیما نخبرک، در اونچه که ما به تو خبر میدیم اگرچه ما صادق باشیم ولی تو ما را تصدیق نمی کنی، تو باور نمی کنی. اونطوری که مفسران نوشتن در روایت ها آمده با پیراهن دروغین آمدند. قرآن میگه وجاءوا علی قمیصه بدم کذب، بر قمیصش آمدند یعنی آوردند بر قمیصش خون دروغین، خون دروغینی که حیوانی را، بره را، بزغاله را، خرگوشی را، چیزی را کشته بودند، با اون خون آلود کرده بودند، اما بدون اینکه این پیراهن، این جامه پاره شده باشد، آثار پاریدگی، آثار به هر حال گرگ، دندانهای گرگ باشد، پیراهن سالم، این فراموش کرده بودند که اینش هم درست کنند و حل کنند. لذا یعقوب علیه السلام متوجه شد، یعقوب هم متوجه شد و هم به تقدیر الهی ایمان داشت. یعقوب باور داشت که اون خواب محقق میشه، اون خواب یه روزی تعبیر میشه. اما یعقوب علیه السلام سراسیمه بود، بی صبر بود. این سیرت یعقوبیه. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تسویل یعنی تزیین، نفس شما برای شما مزین و زیبا کرد امری را، توطئه‌ای را، این توطئه‌ای که دل شما و نفس شما گفت شما با من کردید. لذا فصبر جمیل، ای صبری صبر جمیل، صبر من صبر جمیل هست. صبر جمیل کدومه؟ اونه که شکوی توش نباشد. بعضی ها میگن ما صبر داریم ولی همه شکوه میکنند، خدا این کار را با من کرد، فلان مصیبت آمد، فلان مشکل آمد، چنین شد، چنان شد، از کل زندگیش میگه. این صبر جمیل نیست، این همراه با شکوه هست. صبر جمیل اونه که هیچ شکوی توش نباشه. لذا غم یعقوب، امتحان و ابتلاء یعقوب از اینجا شروع میشه. فصبر جمیل. اما سیرت انبیاء را ببین، والله المستعان، الله اون ذاتی است که مورد استعانه قرار میگیره، یعنی من فقط از رب کمک میگیرم علی ما تصفون، بر آنچه که شما توصیف میکنید، بیان میکنید. من از خدا کمک میگیرم، من از ربم استعانت میطلبم. شروع کرد یعقوب علیه السلام به استعانت و به مناجات و به دعا و نیایش، از فرزندانش کناره کشی کرد. اما جالب اینجاست که فرزندان این توطئه را کردند که پدر به طرف اونها راغب بشه، به طرف اونها متمایل بشه. الله عزوجل پدر را بی‌رغبت تر کرد. اذا انسان گاهی نقشه میکشد، نقشش عملی نمیشه، هرچی که خدا بخواد همون میشه، با حیله و با نیرنگ هیچ کاری درست نمیشه. وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه، کاروانی آمد از این مسیر عبور میکردند، به طرف مصر داشتن میرفتند، از مسیر شام که میگویند این کاروان اسماعیلی بودند، یعنی عرب بودند، از فرزندان حضرت اسماعیل بودند. لذا فارسلوا واردهم، اینها واردشون را فرستادن. وارد اون کسی که مأموریت آب را دارد، آب پیدا می کند، آب میارد، آب جمع می کند.
فادلا دلوه، آویزان کرد دلو خودش را. دلو را تو چه انداخت؟ کاروانی که خبر نداشت اینجا آب نیست. وقتی که یوسف علیه السلام در اون قعر چاه دید که دلوی آمد، خدا آورد. یوسف علیه السلام در دلو قرار گرفت، نشست تو دلو و این وارد، این کسی که مسئول آب بود، چاه را عرض کنم که غرغره را کشید و تناب را کشید، دید که سبحان الله، بجای آب انسان، اما انسانی که ماه هست، چه زیبایی، چه درخشندگی، این انسان اینجا چی کار می کند؟ فوراً به رفقایش مژده داد. قال یا بشرا هذا غلام، مژده شما را ای رفقا، این غلامی هست، پسرکی هست، اما غلامون تنوین برای تعظیم است. این پسرک بسیار عظیمی هست، چه شکوهی دارد، چه زیبایی دارد، چه درخشندگی دارد. الله می فرماید و اسروه بضاعه، او را به عنوان کالا و به عنوان اسباب و وسایل تجاری مخفی کردند. علما گفتند که کاروان طولانی بود، اما یک بخشش که اینجا سر آب آمدند، چند نفر با هم بودند که در رأس اینها شخصی بود به نام مالک ابن دعر. اینها از بقیه تجار مخفی کردند، اسروه بی معنی از بقیه کاروانیان مخفی کردند و نشان ندادند و که اونها یه وقت ادعای شراکت نکنند، کاروان با هم بودیم، لذا به اونها نشان ندادند و بعدا گفتند عنوان میکنیم که اینها را یکی از کنعانیان این بچه را با ما فرستاده یا ما از اونها خریداری کردیم. به هر حال قال مجاهد اسره مالک ابن دعر و اصحابه، مالک ابن دعر و اصحابش یوسف را مخفی کردند عن التجار الذين معهم في الرفقه، از اون تجاری که در کاروان با اونها بودن. و قالوا هو بضاعه، خودشون گفتن این کالایی هست که استبزعناها بعض اهل الشام، بعضی از اهل شام از ما تقاضا کردن که برایشون تا مصر ببریم. یا اهل هذا الماء، اهل این چاه، صاحبان این چاه به ما گفتن که تا مصر برسانیم. و انما قالوا هذا خیفة من الشرکه، از خوف شریکی این را گفتند. والله علیم بما یعملون، الله خوب میداند آنچه که اینها میکنند. علی ای حال و شروه بثمن بخس، این مرحله دوم امتحان بر یوسف است. به قول حضرت استاد جاجروی رحمت الله علیه، هر چی که جلوتر می رویم سوالات مشکل ترند در برگه امتحان. هر چی که جلوتر میریم مرحله امتحان برای یوسف سخت‌تر است. اول که به عنوان ناز و نعمت آوردند و بعدا شروع کردند به کتک و به شکنجه و اذیت و آزار و بعد تو چاه انداختند، اون نامهربانی. یکی این دومین که به عنوان برده فروخته شد. پیغمبرزاده که خودش هم پیغمبر است به عنوان غلام و برده، چقدر نسبت به این توهین شد. کسی ما را فقط همینطور بگه برده یا غلام به اصطلاح ما باش دعوا میکنیم. این پیغمبرزاده است به عنوان یک برده فروخته شد. دیگه هیچ امتحانی از این نمیتونه سخت‌تر باشه، ولی باید تحمل بکند. و شروه بثمن بخس دراهم معدوده، و خریداری کردند آن را یا فروختند. این را خدمت شما عرض می کنم کی فروخت و کی خرید. با پول بی ارزشی، دراهم معدودی بودند. و کانوا فیه من الزاهدین،
در این باب اونها از زاهدین بودند، یعنی نسبت به پول رغبت نداشتند. کی این را فروخت؟ بعضی میگویند که برادران یوسف آمدند و میخواستند برای همیشه یوسف را دور کنند، لذا گفتن این غلام ماست، این برده ماست، چرا شما برداشتید؟ ادعا کردند و بعد بهشون گفتند ما میفروشیم. پول بسیار بی ارزش و اندکی گفتند، رغبتی به پول نداشتند، رغبتی به دوری یوسف داشتند و اینا گفتند تا اونها بخرند. به هر حال به اونها فروختند. بعضی دیگه گفتند که برادران یوسف از دور نظارگر بودند، نفروختند، بلکه اونها نگاه کردند تا اینکه اونها به عنوان برده ببرند، مطمئن بشند، به همین راضی بودند و اینا که فروختند به اهل مصر فروختند. ولی اولی راجح است، به مصر بعداً میاد. وقتی که به مصر آمدند، در بازار مصر عرضش کردند، همه آمدند، غلام زیبایی بود، پول هنگفتی بر او گذاشتند تا اینکه اونجا عزیز مصر خریداری کرد. عزیز مصر کسی بود که بر خزائن مصر عرض کنم که تسلط داشت و رئیس وزرای مصر هم بود، به اصطلاح نخست وزیر، سروزیر، و درباره نامش اختلاف است. بعضی میگن اسمش قطفیر بود، بعضی میگن اسمش فوتیفار بود، بعضی بولیمار نوشتند، اسمهای مختلف. علی ای حال قرآن اون را الذی اشتراه و ما به عنوان عزیز مصر از او تعبیر میکنیم. قال الذی اشتراه من مصر، اونی که از مصر گرفت، به زنش گفت، لامرأته، به زنش که اسمش زلیخا بود یا زلیخا، اکرمی مثواه، جای این را خوب بکن، یعنی جای خوبی برایش تعیین کن. این یک غلامه، چون جای برده ها و غلام ها بیرون از کاخ یه جایی بود، اتاقهای بودن، غلام زیاد داشتن، اما این با بقیه فرق دارد. این سیماش، چهرش بسیار زیبا هست و هنوز بچه هست. ما شاید در آینده این برای ما مفید واقع بشه، یا اینکه خیلی اگر دوست داشتنی باشد به عنوان فرزند خودمون. مفسرین نوشتن چون اینها اولاد نداشتند، فرزند نداشتند، به عنوان فرزند خودمون اون را انتخاب میکنیم. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید برای ما مفید واقع بشه، او نتخذه ولدا، یا ما او را به عنوان فرزند میگیریم. ای نتبناه، متبنا، پسر خوانده. بله. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، الله میفرماید جمله معترضه، این گونه ما یوسف را در زمین جای دادیم. منظور از ارض مصر است، در سرزمین مصر جای دادیم، یعنی این گونه ما او را از شام آوردیم و به مصر، ولنعلمه من تأویل الاحادیث، تا اینکه به وسیله وحی او را بیاموزیم تأویل احادیث. تأویل احادیث عرض کردم یا علم تعبیر خواب، یا علم کتب انبیاء گذشته و احادیث انبیاء گذشته و تمام علوم نبوی. والله غالب علی امره، خداوند بر امرش غالب است، میداند چی کار بکند. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدانند. خب بسیاری از علما که معتقدند و جمهور هم بر همینند که یوسف در طفولیت نبوت داده نشد و وقتی که به سن 33 سالگی رسید میگویند اینجا بهش نبوت رسید. ولما بلغ اشده، وقتی که یوسف به سن شدت رسید، یعنی قوت، قوی شد، نیرومند شد، جوان رعنایی شد،
آتیناه حکما و علما، ما به یوسف حکمت بخشیدیم و نبوت بخشیدیم. یکی هست حکمت، عقل کل، مدبر، مدیر، برنامه ریز، هر کاری را میدوند چطور سر و تهش را جمع کند. و دیگه اینکه علم نبوت هم بهش دادیم. الله میفرماید و کذالک نجزی المحسنین، این گونه ما بندگان مخلص خودمون را، نیکوکاران را پاداش میدهیم. لذا یوسف علیه السلام به نبوت رسید. عن ابن عباس ان الحكم النبوة والعلم الشریعه، آتیناه حکما، حکم یعنی نبوت، و علم شریعت. ابن عباس برعکس گفته. به هر حال یوسف علیه السلام به پیامبری مبعوث شد در خانه عزیز مصر و در خانه زلیخا. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل